من فکر میکنم اون موقع ها سالهای 90 بیشتر ایتالیایی‌ها بودن. این مرحله اول کامیونیکیت کردن و ارتباط برقرار کردن با جامعه های دیگه است. مخصوصا بعد از اون رسشن خونه ها خیلی ارزون بود. چه نوع مسائلی واسهشون مطرحه که باید با اون مسائل رو واسهشون حل کنی که بیزنسشون رو به دست بیاری. سلام دوستان، به اولین اپیزود پادکست ما در امتداد تورنتو خوش اومدید. من کامیار قاطان و من نیما نوجوان امروز میزبان شما هستیم. خب نیما جان چطوری امروز؟ خوبی؟ مرسی، شما آماده ای که اولین پادکست رو برای دوستامون شروع کنیم؟ بریم. بسیار عالی. نیما جان، همون جوری که اسم این برنامه هست در امتداد تورنتو، این برنامه در مورد جامعه ایرانی در کانادا، مخصوصا در تورنتو که الان اینجا زندگی میکنن و دوستانی که در هر جای دنیا هستن و علاقه‌مند هستن به مهاجرت توی کانادا، به کانادا و زندگی کردن توی تورنتو. ما این برنامه رو داریم برای دوستانی درست میکنیم که میخوان آشنا بشن با این شهر و آشنایی با این شهر خیلی جالبه، خیلی خوبه که آدم بدونه که شهری که میخواد توی زندگی کنه، شهری که داره توی زندگی میکنه، چه اتفاقایی افتاده که این شهر به این صورت در اومده، الان چه اتفاقایی تو این شهر میفته و در آینده فکر میکنیم که به چه صورت خواهد بود. اولین چیزی رو که من فکر میکنم باید در موردش صحبت کنیم جامعه مهاجر ایرانیه. ولی قبل از اینکه به جامعه مهاجر ایرانی برسیم، بیام در مورد خود تورنتوی خود صحبت بکنیم. میدونی که 50% از کسایی که تو تورنتو زندگی میکنن اینجا به دنیا نیومدن. این خیلی جالبه. بله. چون من فکر نمی‌کنم، البته شنیدم که سیدنی استرالیا هم همینطوره، ولی فکر نمی‌کنم به این شدت، مخصوصا در این چند سال گذشته که تورنتو داشته بود که 50% کسی که تو این شهر زندگی میکنن اصلا اینجا نیستن. چون میدونی اینجا شهر خیلی بزرگ، متروپولیتانه. کل جی تی من فکر می‌کنم 5-6 میلیون جمعیت داره تورنتو و هومه. و عرض کنم به حضور شما که این یک موقعیت خیلی جالبی رو به این شهر میده. اول به من بگو، اینم نظرتو بدونم، بعد در مورد این صحبت میکنیم. نظر در مورد زندگی کردن تو این شهر چیه؟ شهری که خب ما تو من فکر میکنم خیلی بچه بودی اومدی اینجا، 6 سالت بوده اومدی، منم تقریبا 30 سال اینجا دارم زندگی میکنم. پرسپکتیو تو هم پرسپکتیو من جالب میشه که این دو پرسپکتیو در مورد جریان صحبت. خب بگو ببینم نظرت چیه در مورد اینکه تو تورنتو خب بزرگ شدی و زندگی کردی و اگر دوست داشتی توی شهر دیگه‌ای بودی نیما؟ اولا که خیلی جالبه که گفتی مثلا 50% جماعتی که این شهر زندگی میکنن مهاجرند و چیزی که خیلی مطرحه اینم که 50% هم که مهاجر نیستن پدر و مادرشون مهاجرند یا پدر بزرگ یا مادر بزرگشون مهاجرند. یعنی این شهریه که اکثر کسایی که میبینیم ایمیگرنتن یا میگیم first generation second generation و غیره. و اینکه من خودم فکر کردم که اگه بخوام موو کنم، اگه بخوام به یه شهر دیگه‌ای برم، کجا میتونه این احساس تورنتو رو به من بده؟ چون من خیلی عاشق شهر تورنتو هستم. تورنتو آپشن اول منه، یعنی اصلا تنها آپشن منه. من نمیخوام جایی برم، ولی اگه بخوام موو کنم شاید نیویورک رو کانسیدر بکنم و اینم چون که خیلی شبیه تورنتوه. نیویورک هم وقتی میرین میبینین که از هر کشوری اونجا هست و میتونین برادر بزرگ تورنتو دیگه. دقیقاً برادر بزرگ تورنتوه، ولی من عاشق برادر کوچیکم. ببین شهر جالبیه تورنتو، خیلی شهر جالبیه، به خاطر اینکه خب من خیلی جای دنیا مخصوصا آمریکا خیلی ترافل کردم، رفتم اومدم جای دیگه دنیا، هیچ جا رو مثل تورنتو ندیدم که یک شهری به دست یک سری خب مهاجرهای مختلف، میگم بیشتر از 200 خورده کالچر داریم تو تورنتو، یا کالچر یا زبان مختلف هستش که استفاده میشه. و من فکر میکنم یکی از رازهای موفقیت تورنتو همین بوده، مجموعه این کالچرها. ولی بیایم برگردیم قبل از اینکه بخوام در مورد الان تورنتو صحبت کنیم، بیایم یه خورده بریم عقب‌تر، بریم به سالهای 90. فکر می‌کنم هنوز شما به دنیا نیومده بودی که تورنتو به چه صورت بود. ببین نیما، من خیلی سریع ازش میگذرم، ولی دوست دارم برای دوستانی که دارن این رو میبینن بدونن، چون خیلی ممکن اصلا با این جریانی که الان من برات بخوام توضیح بدم آشنا نباشن.
10 سال 15 سال گذشته اومدن تورنتو و اونها رو دیدن. سالهای 90 اواخر سالهای 80 کانادا رفت توی رسشن خیلی بزرگ. یه رسشن خیلی بزرگی رفت که واقعا از لحاظ اقتصادی میتونم بگم کانادا رو کوبید زمین اون سال. وحشتناک بود این رسشنه که این رسشن سالها ادامه داشت نیما. یعنی سال 89 90 شروع شد و ما تا سالهای اوایل سال 2000 هم احساسش میکردیم. انقدر رسشن بد. وضعیت اقتصادی بسیار بد بود و همون موقعی که توی اون وضعیت اقتصادی بودیم میگفتیم واو چقدر الان بده، الان چقدر مثلا اوضاع بده و همینطور هم بود. ولی باز هم در اون زمان که بودیم اگر که میدونستیم که آینده تورنتو به چه صورته و آینده چی برای ما خواهد آورد، مطمئن باش که یه سری کارهای دیگه میکردیم. مطمئن باش که موقعیت‌های خیلی زیادی بود، مخصوصا بعد از اون رسشن. خونه ها خیلی ارزون بود. شما میتونستید یه خونه تو ریچموند هیل بخرید، یه خونه خیلی بزرگ عالی حدود 250 هزار دلار میدادید و این خونه رو میخریدید و میتونستید با 2-3 سال کار کردن حتی خونه رو پیاف بکنید. خب یه مقداری کار پیدا کردن و اینها اون موقع سخت بود. جامعه ایرانی بسیار جامعه کوچیکی بود، یه جامعه خیلی کوچیک بود. من یادم میاد که بیشتر ایرانی‌ها تو منطقه دامیوز و شپرد مستقر بودن، اونجا خیلی زیاد بودن تو اون منطقه و اینی که بیان به سمت ریچموند هیل و تورن هیل و آرورا و نیو مارکت و به سمت شمال تورنتو که اونم بحث خواهیم کرد بعدش اومدن. خب لزومی نداشته دیگه. آره، به خاطر اینکه ببین نگاه کن، خب علاوه اولندش که شمال تورنتو به این صورتی که الان بود نبود. خیلی شهرها خیلی به قول معروف کم جمعیت بود و جمعیت به این صورت مهاجر نبود توش. مثلا تو شهری که خب ما خیلی توش میریم، من خودم زندگی می‌کنم، شهر ریچموند هیل اصلا به این صورت نبود. چند تا خانواده ایرانی بودن و همدیگه رو میشناختن، خیلی کوچیک بود. ولی باز به این جامعه ایرانی که داشت مهاجرت می‌کرد، جامعه خیلی بزرگی نبود تا سالهای 2000. سالهای اوایل سال 2000 تازه ایرانی‌ها شروع کردن اومدن و علتشو نمیدونم. من فکر می‌کنم راستشو بخوای مثلا اون سالها بیشتر ایرانی‌ها مهاجرت می‌کردن آمریکا. یعنی آمریکا هدف اصلی مهاجرای ایران بود که از ایران می‌خواستن بیان به سمت قاره آمریکا. بیشتر می‌رفتن خود آمریکا. مثلا کانادا خیلی کمتر بود و اون موقع میگفتن خیلی سرده و واقعا هم سرد بود نیما. یعنی سرمایی که سالهای 90 دوستانی که سالها اینجا زندگی کردن اگه سالهای 90 یادشون بیاد، الان اصلا اونجوری نیست. آب و هوای کانادا اصلا اونجوری نیست. شما از زمانی که مثلا اواخر اکتبر دیگه اون سرمایه شدید رو احساس می‌کردی تا همون مارچ، این که میگن گلوبال وارمینگ و اینا، واقعا من خودم همون بچه‌ای که بودن میدونن احساس می‌کنیم که الان مثلا فرق کرده. خلاصه این تمام این داستان یه مجموعه‌ای رو درست کرد که مهاجرها کمتر اینجا توجه می‌کردن. بیایم بیشتر در مورد جامعه ایرانی صحبت بکنیم. و بعدش اوایل سال 2000 اینا شروع کردن اومدن اینجا و تازه شروع کرد رشد گرفتن. من فکر میکنم اون موقع‌ها سالهای 90 بیشتر ایتالیایی‌ها بودن، یونانی‌ها بودن، بیشتر از سمت اروپا می اومدن اینجا. بله. چون پروگرامایی که اداره مهاجرت میداد اون موقع برای چیز بودن، اسکیل ورکر بودن. اینها اسکیل ورکرها می اومدن چون جامعه خیلی کم جمعیتی بود. من یادم از موقعی که اومدم کانادا نیما، خب من قبلش مدتی ترکیه زندگی می‌کردم و یه چند روزی بود تورنتو بودم. وقتی میرفتم تو خیابون میگفتم چرا هیچکی نیست بیرون؟ چرا کسی تو خیابون نیست؟ هیچ جمعیتی نبود. یعنی مثلا یه جایی که یه کانادایی بهت میگفت بیا بریم یه جای شلوغی، میرفتی میگفتی این شلوغه، اصلا کسی نبود. خب و عرض کنم به حضورت که خب همه فکر میکردن که ممکنه به همون صورت بمونه، همون جوری بمونه و هیچ تغییری نکنه و میبینید که تورنتو به این صورت شد. خب جامعه‌ای که تو زندگی میکنی الان یه جامعه‌ایه که حرفشون اینجا به دنیا نیومدن و به قول خودت اون نصف دیگه شون هم مهاجرن. خب هم بنفیت‌های خودشو داره این مسائل، هم ضرر خودشه. من بنفیتاشو بهتون میگم. ببین جامعه‌ای که توی کانادا درست شده همون جوری که دیدی، اینها اومدن تمام این کالچرها اومدن یه سری محله ها رو تقریباً برای خودشون برداشتن. چطوری؟ اون قسمت مهاجر، مثلا دارم میگم به عنوان مثال شهر ریچموند هیل که شمال تورنتوه، این ایرانی‌ها توی زندگی میکنن. یعنی میدونین که شما به هر شخصی که تو تورنتو زندگی کنه بگین ریچموند هیل میگن ایرانی هستن، یا مثلا در شهر برامپتون هندی‌ها هستن، یا مثلا در شهرهای مختلف، جاهای مختلف شهر، هر تیکه اینا اومدن یه گروهی اونجا مستقر شدن. خب خوبی اینه که ببینید شما وقتی که مهاجرت میکنید میایید و هموطنای خودتون رو میبینید از هر کشوری که هستین. حالا ما در مورد ایرانی‌ها صحبت میکنیم. خب یه مقداری کار پیدا کردن راحت تره چون صاحب کارها ایرانی هستن. یه مقداری البته
و زندگی براتون راحت تره. خب مثلا شما فروشگاه ایرانی دارید، رستوران ایرانی دارید، دست و بالتون یه خود راحت تر نسبت به اون زمان ما که اومده بودیم اینجا. اصلا چنین چیزی نبود که مثلا یه ایرانی خود شما رو هایر کنه. حالا بودن ولی اصلا خیلی کم. این یه بنفیتش فکر میکنم، بنفیتش که شما وقتی مهاجرت میکنی میای اینجا احساس غربت و اون تنهایی که اون سالها مثلا ما میدیم نمیکن. البته وقتی که ما اومدیم 2006 2007 اون موقع احساس غربتی میکردیم، ولی الان خیلی خیلی کمتر شده، مخصوصا توی جایی مثل ریچموند هیل، جایی مثل تورن هیل که همه ایرانیان. الان مثلا یک باشگاهی هست گود لایف توی هایوی 7 و یانگ استریت که مطمئنم خیلی بله حالا بعداً بعد شهر رو توضیح بدیم. بله ولی اون باشگاه که میرین همه ایرانیان، یعنی اصلا یعنی انگار وارد شدیم به یه باشگاهی داخل ایران. اصلا شما منطقه‌ای که یه سری مناطقی هستن که واقعا شما یه فارسی صحبت کنید، هم منطقه ریچموند هیل شما فارسی صحبت کنید هم راحت کارگیر میارید، رو هم میتونید، یعنی زندگیتون واقعا راحت میگذره. ولی مشکلی که پیش میاره نیما، چه برای ایرانی‌ها چه برای غیر ایرانی‌ها، اینه که اینها اصلا نمیان تو جامعه‌های دیگه، نمیتونن کالچرهای دیگه رو متوجه بشن و مهمتر از همین اصلا زبان یاد نمیگیرن. بله. چون تو هم مثلا من آدمایی رو میشناسم اصلا به ایرانیام ربط نداره، مثلا کره‌ای ام، کره جنوبی ان، 40 سال 50 سال نیما اینها اینجا زندگی میکنن، خب یا چینی هستن یا خود ایرانی‌ها 40-50 سال اینجا زندگی میکنن، یک کلمه زبان انگلیسی صحبت نمیکنن. بله، مخصوصا چینی‌ها و ایرانی‌ها اینطوری هستن. مثلا توی یه چینی توی مارکام هنوزم شاید مثلا 3 نسل اینجاست و هنوزم اصلا انگلیسی بلد نیست. تو چایناتاون تورنتو، داونتاون تورنتو هستن. فکر می‌کنم این یه معضله، این یه مشکله. به خاطر اینکه ببینید شما برای شروع ممکنه کمکی باشه که خب یه مقداری اونجا تنهایی دو تازه میان، جامعه ایرانی هست و برای شروع ممکنه جا باشه، ولی شما اومدید اینجا زندگی بکنید و تمام این جوامع مهاجر بالاخره کوچیک کوچیکن دیگه. شما نمیتونی بخوای تمام عمرت رو این جامعه کوچیک حساب بکنی. در هر شرایطی باشی بالاخره باید با جوامع دیگه و با خود کانادایی‌ها و خود کسایی که اینجا مثلا در اصل سالها بودن اینها بخوای مراوده بکنی. من دارم میبینم این یه مشکل اصلی. بیش از اندازه راحته که آدم با همون کالچر و زبون خودش جلو بره. بله، و به نظر من خب مثلا چه فرقی میکنه؟ حالا ممکنه طرف بگه ما اومدیم اینجا پیشرفت کنیم یا اومدیم اینجا مثلا از اون کشوری که اومدیم، حالا ایران، چون این برنامه فارسیه، بیایم بیشتر در مورد خود ایران موافقی؟ آره، ما از ایران اومدیم مثلا اینجا پیشرفت کنیم. خب شما چه پیشرفتی؟ شما نه زبان میتونید صحبت بکنید، نه از این جامعه بیرون رفتید. یعنی پیشرفتی برای شما نیست. باور کن من کسایی رو تو این شهر میدونم، میشناسم که اینها واقعا هنرمندن، خب در کار خودشون خبرن، یعنی واقعا حالا شغل‌های مختلفی هستن این بچه‌هایی که مخصوصا جامعه جدید ایرانی که میخوام در مورد اونم بعد از این صحبت بکنم نیما باهات، جامعه جدید و قدیم تورنتو رو که می‌بینی که اینا واقعا اسکیل دارن، خیلی اسکیل دارن، هنرمندن، ولی یکی از مشکلاتی دارن اینه که اصلا نمیتونن برن تو جامعه دیگه. چون نمیتونن با طرف صحبت کنن، کامیونیکیشن نمیتونن بکنن. که این مرحله اول کامیونیکیت کردن و ارتباط برقرار کردن با جامعه‌های دیگه است. بعد زبان خیلی چیزا هست که اصلا بعد اینکه یکی انگلیسی هم بلد باشه باز هم نمیتونن داخل اون جامعه‌هایی مثل ایتالیایی، یونانی، جامعه‌های غیر از ایرانی نمیتونن وارد بشن، مخصوصا جامعه‌هایی که اصالتاً کانادایی هستن. بله. بالاخره راه و روش‌های خودشون رو دارن که واسه این ایرانی‌ها خیلی سخته و نمیتونن وارد اون جامعه‌ها بشن، ولی اونایی که میخوان اینجا زندگی کنن و کلاً نسل‌های بعدیشون هم توی این کشور باشه و توی این استان باشه، از اینم میگذرن، ولی واسه خود اونها سخت‌تره. برای نسلی که الان داریم باهاشون صحبت می‌کنیم میگه، چون برای نسل آینده درست میگی، دقیقاً همینطوره. چون بچه که اینجا به دنیا میاد همینجا کیندرگاردن میره، همینجا دبستان میره، همینجا دبیرستان میره، بزرگ میشه. بله، اصلا من میبینم بچه‌هایی که هستن این همشون جذب میشن. ولی میخوام در مورد اون مهاجرهایی صحبت بکنیم که حالا مید ایج بودن یا مثلا چه میدونم. به نظر من شخصا دارم بهتون میگم، شما اگر که زبان رو بخوای یاد بگیری باید یه سن خیلی کمی بیای تو این کشور و اون زبان رو بدون لهجه، چون خود لهجه حالا بعد از ما که شما زبان یاد میگیری مسئله لهجه مطرحه که در مورد اون بعداً صحبت میکنیم. خیلی سخته که مثلا شما 19 سالته، 20 سالته، 30 سالته بلند شی بیای اینجا یه عمری، مثلا که تو کشور خودت هم این زبان رو نخونده باشی. و میدونی مشکل بعدیش چیه؟ مشکل بعدیش اینه که اگه تو نتونی با یکی صحبت بکنی، راه و چای زندگی اون طرف هم نمیفهمی دیگه. تو وقتی که نمیتونی کامیونیکیت بکنی با
این همه جوامعی که توی تورنتو هستن متوجه نیستی که آقا اگه میخوای بیزنس بکنی با یه دونه مثلا ایتالیایی، بعد چجوری با این ایتالیایی صحبت کنی؟ با یه چاینیز میخوای بیزنس بکنی به سبک ایرانی باهاش بیزنس نکنی، چون اونا سبکشون فرق میکنه. دقیقاً و چه نوع مسائلی واسهشون مطرحه که باید با اون مسائل رو واسهشون حل کنی که بیزنسشون رو به دست بیاری. دقیقاً. اصلا فرقی هم نمیکنه شما چه شغلی داشته باشی. شما به هر شغلی که فکر بکنی، شما باید تو تورنتو که زندگی میکنی بتونی با جوامع دیگه ارتباط برقرار کنی برای رشد بیزنست. حتی اگه یه مغازه داری، چقدر مگه ایرانی میخواد بیاد تو مغازه شما؟ میدونی؟ بله. بعد اون نوع کامیونیکیشن، حالا هر کسی یه سلام علیکم میتونه بکنه، ولی وقتی شما مشتری میاد تو مغازت زبان بلدی و شروع میکنی با اینا کامیونیکیت کردن، دوست میشی باهاشون و تبدیل میکنی مثلا این کاستومری که یه بار اومده به کاستومری که هر روز داره میاد اونجا، خب این خیلی موثره، خیلی فرق میکنه تا حتی برای بیزنسی که به صورت ریتیله. حالا قبل از اینکه دوباره بیایم اینو یه خورده درموش بیشتر صحبت کنیم، بیایم در مورد جامعه ایرانی خودمون صحبت بکنیم، جامعه‌ای که الان تازه واردن، خب، و جامعه‌ای که اولا بگو ببینم، به نظر من جامعه ایرانی اینجا به 3 دسته تقسیم میشه. یک، کسایی که اینجا به دنیا اومدن و بزرگ شدن. حالا من شما خودتون میذارم تو اون کاتگوری، چون سنت کم بوده اومدی اینجا، خیلی کم بوده. یه سری از مهاجرها هستن که مثل خود من 30 و خورده سال اومدن کانادا، از سن خیلی کم اومدن کانادا، ولی از بچه سالی مثلا نبودی که مثلا 2 سال 3 سال 4 سالش باشه. خب اینا سالها اینجا بودن و بیشتر اینها کسایی هستن که خب بیزنس های موفقی دارن، استبلیش شده، سالها اینجا بیزنس رو، نوع بیزنس رو بلدن. و قسمت آخرش جامعه جدید ایرانی، جامعه‌ای که وقتی میگم جدید من میتونم بگم در عرض مثلا 6 7 سال گذشته اینها مهاجرت کردن به کانادا، که بسیار بسیار نیروی خیلی قوی هستن، بسیار از تو اینها هنرمندها هستن، بسیار آدمایی هستن که واقعا اینها اسکیلزای خیلی خاصی دارن ولی با جامعه کانادایی ناآشنان. به نظر تو این 3 تا کاتگوری که گفتم درسته یا تو جور دیگه فکر می‌کنی؟ بله. این 3 تا کاتگوری کسایی که از بچگی اینجا بودن، اینجا متولد شدن، کسایی که خیلی وقت اینجا بودن و با راه و روش اینجا آشنا هستن ولی اینجا متولد نشدن، و کسایی که بالاخره جدید میان. البته این 3 دسته به چند تا دسته دیگه خودشون هم میتونه تقسیم بشه، ولی فکر کنم از لحاظ ماکرو این 3 تا خیلی من موافقم. بله. دقیقاً. خب قسمت اول که اونهایی که اینجا بزرگ شدن فکر می‌کنم زندگی خیلی براشون راحت تره. درسته؟ قسمت دومیام که اینجا سالها بودن، سختی‌هاشون رو کشیدن و مشکلاتشون رو کشیدن و بعضی از این دوستان جدید میگن شما گلدن ایج اومدید اینجا، اون گلدن ایرز رو استفاده کردن و حالا مثلا به یه نقطه‌ای رسیدن. ببینیم جان، زمانی که میگن شما مثلا در بهترین زمان تورنتو اومدید اینجا، اون موقعی که ما اومدیم واقعا سختی‌های خودشو داشت. خیلی سخت بود. یعنی شما کار پیدا کردن واقعا مشکل بود. به این راحتی جامعه اینقدر بزرگ نبود که شما بتونید راحت مثلا مغازه‌های زیادی باشه برید مغازه کار کنید. همه چی لیمیتد بود به مال‌ها اگه می‌خواستید جای کار بکنید تو ریتیل، و سکتورهای دیگه هم خب همشون به خاطر اون رسشنی که به وجود اومده بود واقعا داون بودن. ولی الان میفهمیم که آره گلدن ایج بوده و من فکر می‌کنم نیما این گلدن ایج همچنان ادامه داره. میدونی؟ چون اون موقعی هم که ما تو اون بودیم گفتیم وای چقدر اینجا مشکله، چقدر کانادا اله، چقدر کانادا بله، همه کامپلین میکردن. الان بیا سالها بعد گذشته میگن ببین شما چه زمان اینجا بودیم. من فکر میکنم هنوز هم که هنوزه، چون تورنتو شهر نوپاییه، شهری نیستش حتی قدمت نیویورک هم نداره، خیلی نوپای. کل کانادا من فکر میکنم الان 50 خورده 160 سالش باشه. درسته؟ و موقعیت خوبی رو به هر مهاجری میده که بتونن ازش از این استفاده بکنن و مهاجرهای جدید ایرانی که اومدن توی کانادا فکر میکنم مستثنا نیستن از این مسئله. اینها بسیار اسکیلفولن، خیلی هاشون واقعا مهارت‌های خیلی خوبی دارن، هنرمندای خیلی خوبی داریم و من فکر میکنم که اینها هم در گلدن ایج اومدن. حالا نظرتو بگو در مورد کسایی که تازه اومدن کانادا، فکر می‌کنی اینا گلدن ایج اومدن یا نه اینا همچنان خب میدونی خیلی کامپلین هست، میگن کار نیست، سیستم اینجوریه. اینو بهم بگو، توضیح بده ببینم تو چی فکر می‌کنی. خب اولا که این یه چیزی که من تازه فهمیدم که خیلیا اصلا اینو نمیدونن. میدونی کرین ایندکس چیه؟ کرین ایندکس؟ کرین ایندکس چی هست؟ کرین ایندکس یعنی کرین، فارسیش چی میشه؟ کرین میشه میدونم چی میگی. این یکی از پشت صحنه کمکمون بکنه. ساختمون میسازم.
جرثقیل. خب کرین ایندکس، کرین که یعنی جرثقیل، کرین واسه هر اسکوئر فیت یک شهر، واسه هر چی که مثلا بخواید بشمونید. کرین ایندکس تورنتو باورت میشه که توی کل دنیا اوله. یعنی ما بیشترین شماره جمعیت رو داری پر اسکوئر فیت؟ نه جمعیت نه، جرثقیل. چون که کانستراکشن اوکی آره جرثقیل اونقدر زیاده. من حتی پریروز رفته بودم به یو اف تی که یکی از دوستام اونجا ببینم. همینطوری داشتیم قدم می‌زدیم، من هم یو اف تی رو ندیده بودم، رفتم یکم قدم بزنم اینا. بعد نگاه کردم بهشم گفتم واسه من خیلی جالبه. گفتم میدونی کرین ایندکس چیه؟ گفت نه. همینطوری صحبت کردیم، گفتم توی دنیا اوله. بعد گفتم اینجا رو نگاه کن، مثلا 1 2 3 شمردیم، گفتیم الان توی همین جا که وایسادیم 3 تا شمردیم. بعد تا 5 تا رفتیم، گفتم اونجا هم یه دونه، اینجا هم یه دونه هست. این یعنی نشون میده که ما در واقع داریم پیشرفت میکنیم و شماره اول، رده اول رو توی کل دنیا داریم. و اینم خیلی مهمه که بگم یک زمانی نیویورک شماره اول بود، رده اول رو داشت. همینطوری که شما قبلا فرمودین، نیویورک در واقع برادر بزرگ تورنتوه و ما در واقع الان داریم پیشرفت میکنیم و به نظر من الان توی همون گلدن ایج هنوز هم هستیم. چون قبلا اینطوری نبود که مثلا هر 3 قدمی مثلا جرثقیل ببینید و مخصوصا الان به اینفورمیشن و به که پروفشنال هایی دسترسی دارین که اینها هم فارسی صحبت میکنن و این واقعا نشون دهنده یک گلدن ایج. مخصوصا داشتیم حرفشو میزدیم، شما میرفتین مثلا 20 سال 30 سال قبل توی ریچموند هیل، گفتین که مثلا یه خونه‌ای که خیلی خوب باشه مثلا 250-200 تا می‌خریدین، الان اون خونه هست مثلا 1.5-2 میلیون، خواهد بود 7 میلیون 8 میلیون یه دونه خونه. قبول دارین؟ ببین نگاه کن، بگم اون صحبتی که مقایسه کردن تورنتو با نیویورک حتی انقدر شباهت داره اینفراستراکچر تورنتو، یعنی زیرساخت تورنتو به نیویورک، که حتی توی هالیوود وقتی میخوان شهر نیویورک رو نشون بدن، فیلم برداریاش توی تورنتو انجام میشه. یعنی انقدر این شهر شبیه همه. شما ببرید نیویورک رو که ببینید متوجه میشی که چقدر شبیه تورنتوه. خب این نشون میده که ما داریم به اون سمت میریم. در اصل من فکر میکنم که ما هنوز داریم نقش مثلا 30 سال 40 سال پیش نیویورک رو بازی میکنیم و این خوبه که همه بدونن که ببینید نیویورک رو مثلا 25 سال پیش وقتی به من میگفتن که یه آپارتمان یه خوابه نیما تو نیویورک، تو منهتن، آپارتمانی که 50 سال سن بیلدینگه، آپارتمان یک خوابه بود مثلا اون موقع $700,000. من به اینا میگفتم ببین شما تو تورنتو با $700,000 میتونید 2 تا خونه بخری، جای خوب. خب و باورمون نمیشه که این انقدر گرونه. خب این در صورت آینده ما رو داره نشون میده. نیویورک داره آینده تورنتو، اونجا هم همینطور، اونم شهریه که همه مهاجرن. یه همچین آپارتمانی الان چنده؟ تو نیویورک من فکر میکنم بالای 1.6-700,000، بیشتر 1.5-600,000. منهتن خیلی گرونه قیمتا و به همون سمت داریم میریم. برگردیم به صحبت خودمون در مورد مهاجرهای جدیدی که اومدن. دوستان بعضی وقت من میبینم که اولش یه خورده چیز هست بین قدیمی ها و جدید ها. من اینو تو این گدرینگ هایی که میرم میبینم مثلا قدیمی ها صحبت میکنن آره جدید ها مثلا اینجوری متوجه نیستن، یا جدید ها میگن این قدیمی ها فکر میکنن بره. اول من فکر میکنم که این دوتا با هم دیگه خیلی میتونن قوی باشن، ادغامشون هم دیگه، چون قدیمی ها یه سری قدرت هایی رو دارن که اینجا سالها بودن، بیزنس های مختلفی دارن، یه سری پول ها دستشون هست که دست بقیه ممکنه نباشه و این نیروی جدید رو میتونن استفاده بکنن. ولی با توجه به اینکه نیروی جدید شروع کنه زبان رو یاد گرفتن، خیلی مهمه. خیلی مهمه. مثلا بیشتری نیروی جدید همه جوونن نیما، سن‌ها خیلی کمتره. یه خورده این بافت مهاجرا فرق کرده تو این چند سال، بیشتر جوان‌ها اومدن. حالا من فکر می‌کنم به خاطر همین مسائل مدرسه‌ای بوده که مدارسی بوده که ویزاهای تحصیلی بود که داده شده، یا نمیدونم، من خیلی تو ایمیگریشن وارد نیستم، ولی میدونم که اینهایی که اومدن جوونه و میتونن این به قول معروف از این موقعیت استفاده بکنن، با قدیمی‌ها کار کنن. همونجوری که بهت گفتم بسیار نیروهای خوبی توشون هست، استعدادهای خوبی توشون هست، ولی ندونستن زبان معضل اصلی اینهاست. به خاطر اینکه ببین شما فرقی نمی‌کنه با استعدادترین شخص باشید، هنرمندترین شخص باشید، وقتی نتونید با آدمای دیگه ارتباط برقرار کنید، خب برای خودتون خوبی، به خیلی به کار بقیه نمیاد. درسته؟
این یه مشکلیه که باید حل بکنن. و چیز بعدی که خب خیلی الان کامپلین میکنن، خیلی شکایت میکنن دوستانی که حالا مثلا ممکنه حالا تازه یا قدیمی‌ها که الان تورنتو اینجوریه اونجوریه. اگر من به شما بگم یه خونه الان مثلا $1,000,000 شما میگی وای الان مثلا مخصوصا الان که فکر میکنم ریل استیت توی کانادا یه مقداری داره متفاوت میشه، بیام بگم 1,000,000 یا مثلا تنهاست تو شهر ریچموند هیل، شما میگی واو 1,000,000 خیلی زیاده. 20 سال دیگه اگه این 4,000,000 باشه همون داستانی که 30 سال پیش انتخاب شد. فکر نمی‌کنی الان گلدن ایجه؟ فکر نمی‌کنی الان شما باز هم راحت نیما جان شما با 70 80 با 20% با 15% قیمت هر خونه میتونید خونه ای رو بخرید. درسته؟ حالا لازم نیستش که شما مثلا بلند شید برید یه خونه 2 میلیونی بخرید وقتی نمیتونید افورد کنید. در حد خودتون میتونید این کار رو انجام بدید. پس این فسیلیتی ها هنوز هست. شهر هنوز شلوغه، شهر هنوز داره بیزنس ها انجام میشه، هر شهری بالا پایین خودش یه ضرب المثلیه توی انگلیسی میگن hindsight is 2020. یعنی چی؟ hindsight یعنی وقتی که یک چیزی رو بعد اینکه اتفاق افتاده نگاه میکنی میشه hindsight. یعنی hind یعنی behind یعنی و sight هم که یعنی دیدن. یعنی دیدن یه چیزی که already اتفاق افتاده 2020 یعنی 2020 یعنی ویژن بهترین ویژنی که میتونی داشته باشی، کامل ترین 2020. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما دارین گذشته رو نگاه میکنین همیشه میگیم باید اینو میگفتم اونو میگفتم اینو میکردم، وای این چه اشتباهی بود، چرا اون موقع این اشتباه کردم. چون بالاخره بعد اینکه اشتباه کردین میفهمین که اشتباه بوده. درست. ولی موقع کردن یک کار، موقع عمل کردن واقعا سخته بدون اینکه اشتباه کدومه، اصلا اشتباه میکنین، کار درستی میکنین. چون اگه اینطوری میدونستیم که بالاخره اصلا اشتباهی نمیکردیم. درسته. و واسه همینه که من واقعا من فکر میکنم بعد 20 سال 30 سال کسایی که برمیگردن نگاه میکنن و الان حتی فقط ملک نیست، بیزنسه و فقط بیزنس نیست، چیزای دیگه است و حتی مثلا یاد گرفتن یک سکیل، یک ترید، یه مثلا گرفتن یک پروفشنی بعد 30 سال نگاه میکنم من کاش این کارو انجام میدم، من کاش اون موقع که میتونستم این ملک رو بخرم میخریدم، بیزنس رو میتونستم باز کنم باز میکردم. چون بالاخره بعد 30 سال یکی که واقعا انرژیشو بذاره، یکی که و تمرکزشو بذاره موفق میشه توی این کارا. و بالاخره الانم توی همینطوری که شما گفتین ایرانیای جدید و ایرانی قدیم کلی مشکلات داشتن مثل اینکه شما گفتین و ایرانی جدید کلی اندیشه و حتی پول میارن به این مملکت که میتونن با ایرانی قدیم همکاری بکنن و یک چیزی جدید و بهتر از چیزایی که ساختیم رو بسازن و واقعا تولید بکنن. درسته، دقیقاً همینطوره. واسه همین من فکر میکنم که جامعه ایرانی کانادایی جامعه نوپاست، یه جامعه جدیده. و خب هر جامعه جدیدی اولش چالنج‌های خودشو داره. مثلا شما اگر جامعه ایتالیایی تورنتو رو نگاه بکنید، اینها 2 تا 3 تا جنریشن قبل از ما اومدن، اینها سختی‌هاشون رو کشیدن و می‌بینید که خیلی جامعه اسموتیه. مثلا شما در مورد کانستراکشن های بزرگ صحبت می‌کنی، اونها رو اینوالو می‌کنی. ایرانی‌ها هم همینطوره. ولی خوشبختانه ایرانی‌ها به خاطر اینکه حالا یا تعداد استعداد توشون زیاده یا ببینید مثلا شما الان به عنوان یک ایرانی اگه بخوای برید یه وامی رو بگیرید، درسته نیما جان، زمان ما موقعی که می‌خواستی برید شما یک کردیت کارت معمولی بگیرید از 377 تا آدم باید میگذشتید تا بتونید این اگر بهتون بدن این کردیت کارت، اگه بهتون ندن. اصلا اینجوری نبوده. شما الان حساب بکنید وام هایی رو که در اختیار مهاجرا میتونن بذارن، انواع و اقسام بیزنس لون هایی که به شما میدن، فسیلیتی هایی که اینجا بانک ها به شما میدن. حالا البته میان یه سری مقایسه میکنن، میگن در آمریکا خب خیلی بهتره فلان. شما اینجا اگه صحبت بکنید، خب من قسمتی از کارم همین مورگیج و وام و بیزنس لون این هست، قسمتی هم که ریل استیت هستش و دارم میبینم که چه فسیلیتی ها رو بهتون میدن. و اگه شما نیاید توی جامعه متوجه نشید که این فسیلیتی ها هست، خب اینوالو نشید و بخواید مثلا در همون لاکی که موندید بمونید یا اون شغلی که دارید رو فقط حالا مثلا یه کاری فعلا موقت گرفتید و اون رو میخواید تبدیل بکنید به پرمننت و نگاه نمیکنید جای دیگر رو که براتون موقعیت هست. به نظر من ادغام این نیروی جدید ایرانی و نیروی قدیمی ایرانی برای کسی که تازه اومدن خیلی میتونه کمکشون بکنه که استپ آپ بکنن و بتونن برن با جوامع دیگه شروع کنن ارتباط داشتن، چون اطلاعات رو اینا دارن. در مجموع یعنی در محصل حرف من اینه که ادغام این دوتا با هم دیگه به نفع ماست.
تمام جامعه‌ای که اومدن تورنتو، جامعه مهاجری که اومده تورنتو، این مسائل رو پشت سر گذاشتن. خب و ما باید خودمون به خاطر این و جامعه قوی هم هستیم تو تورنتو. من فکر میکنم ایرانیا آره موقعی که ببینید مثلا ما سالهای اولی که اومده بودیم نیما به خاطر یه سری حالا تهمت‌هایی که به ایرانیا می‌زدن اون موقع تو آمریکا، تو ایالات متحده، خب ایرانی‌ها رو میگفتن که آره اینها خیلی پولدارن و مثلا تو کالیفرنیا که بودن تو بیولی هیلز بودن و یه جامعه موفق بودن، ولی تو کانادا شما رو خیلی جالب نمی‌دیدن اصلاً، به خاطر مسائلی که تو دنیا پخش میشد در مورد ایرانی‌ها و اینها. خیلی شما به عنوان مثلا یک جامعه متحول ادوانس و اینا دیده نمی‌شدید. خب و خیلی خوبه که الان تو سال 2025 جامعه ایرانی کاملا شناخته شده است. من اتفاقا خبردار شدم که چند وقت پیش قسمتی از خیابون یانگ رو به عنوان لیتل ایران کوچیک معرفی کردن از فکر می‌کنم یه چند روزه. بله یه پلازای ایرانی‌ها هستش که توی خیابون یانگ استریت. بله یانگو چی شپرد اون ایریا یه خود بالاتر اسمشو گذاشتن لیتل ایران می‌خوام بذارن. خب ببین این خودش داره نشون میده که این یه منطقه گرون تورنتو هم هست، درسته؟ و بیشتر ایرانیایی که اینجا زندگی می‌کنن، حالا چه توی منطقه نورت یورک که باز هم منطقه های اسکیل یا ریچموند هیل، جاهای خیلی خوبی رو رفتن و موقعیت خوبی رو برای خودمون تثبیت کردیم. خب بیام استفاده بکنیم از این موقعیت. درسته؟ من فکر میکنم که جامعه ایرانی الان آماده است که جهش اصلی رو داشته باشه. نیرو هستش، نیروهای قدیمی هستش، بهترین زمانه و اون هم با کامیونیکیت کردن با همه آدم‌هایی رو داریم در تمام زمینه‌ها. نگاه کن الان تو تمام زمینه‌ها ما نیرو داریم، درسته؟ داشتن اینفورمیشن درست، اطلاعات. آفرین. داشتن اطلاعات خیلی مهمه. موقعی که ما بلند شدیم می اومدیم اینجا، حالا خیلی جالبه، شما اینجوری مثل الان نبود که شما این موبایل دستته و وصلی به یک دنیا و اپلیکیشن های مختلفی هست. شما اصلا چت جی پی تی رو داری، شما میتونی محله به محله. ما باید میگشتیم، حالا بعداً توضیح میدم که چه جوری تو اپیزودهای بعدی مثلا ما چه جوری میگشتیم اطلاعات در مورد کانادا بگیریم. به این راحتی نبود که مثلا ما بتونیم بلند شیم بریم یه جا مثلا تو دستمون باشه یه دستگاهی که همه چیز رو من فقط می‌خواستم بدونم ریچموند هیل کجاست قبل از اینکه اینجا موو کنم. بعد مثلا میرفتم سفارت انگلیس لایبرریشو میگشتم، اونجا پیدا میکردم در مورد کانادا که اونجا مثلا حالا ریچموند هیل کجاست که میخوام موو کنم، چون من از اول می‌خواستم بیام ریچموند هیل، خانواده‌ام اینجا بودن قبل از اینکه من بیام. روی این حساب خواستم، ولی الان شما به راحتی میتونی همه جور اطلاعات رو به دست بیاری، درسته؟ خب چقدر به نظر من این گلدن ایجه، به نظر من الان گلدن ایجه. شما یه چنین فسیلیتیایی دارید، AI تازه متولد شده، تقریبا چند سالیه و دست همه هست، داریم همه یاد میگیریم از طریق اون دانستن زبان انگلیسی، ارتباط با جامعه قدیمی ایرانی و ارتباط با بقیه ایرانی‌ها. بیایم یک محیطی رو درست بکنیم که بتونیم راحت‌تر زندگی بکنیم، درسته؟ حالا برگردیم دوباره به خود تورنتو. ما در مورد شهر تورنتو هم بافت، حالا منم چقدر وقت داریم، ولی در مورد بافت تورنتو یه مقداری صحبت بکنیم. ببین تورنتو از دم لیک شور، دم آب شروع میشه، درسته؟ شهر تورنتو و میاد تا شمال که میره تا منطقه استیلز. ولی به خاطر اینکه این اطراف تورنتو، حومه تورنتو، کانتیاش و شهرهای کوچیک در اصل ادغام شده با خود تورنتو، کامبینیشنشون رو بهش میگن گریتر تورنتو ایریا که شامل فکر می‌کنم 15-16 تا شهر میشه. که این شهرها هر کدوم سبک خودشو داره، هر کدوم سیستم خودشو داره، شهرداری خودشو داره. قدم اول اینه که آشنا بشیم با محیط خودمون، بیایم تورنتو رو بشناسیم، چه برای دوستانی که دارن تو تورنتو زندگی میکنن، چه اونایی که قصد دارن بیان اینجا و یه زندگی جدید رو شروع بکنن. حالا اگر که تو قرار باشه خونه‌ای بخری، یه جایی رو بخری، آیا سعی میکنی بری توی منطقه‌ای که ایرانی‌ها هستن یا که نه نظر خودتو میخوام بدونم، یا که نه دوست داری مثلا یه منطقه دیگه باشی؟ همینطور که اول این اپیزود گفتم، من عاشق تورنتو ام و اگر پول مسئله خاصی نباشه من میرم تورنتو. خود شهر تورنتو، وسط شهر کینگ استریت وست میرم، جای شلوغ و دوست داری، اوربن و دوست داری. من خیلی خوشم میاد. ولی کسایی که بالاخره ایرانی هستن، ایرانیای دیگه مخصوصا مشخصه که میرن جایی که مثلا ایرانی تو خود دانتان تورنتو هم الان بری پر ایرانیه.
بله. یعنی شما من خب خیلی جالبه برام که مثلا هر جایی که میریم مثلا یه رستورانی میریم میشیم یه خیابونی امکان نداره شما فارسی نشنوی برای چند دقیقه. بله. برنامه‌هایی که خارجی‌ها میذارن اصلا فستیوالایی که ما فستیوال ایرانی نیستن. بله. و همه جا شما حتی برین اتوبیکو، میسیساگا، اسکاربرو، برامپتون، اصلا جاهای اصلا دور و بر برین کزویک، اصلا فرقی نمیکنه. فکر می‌کنی چقدر ایرانی اینجاست؟ نظر خودتو بهم بگو. فکر می‌کنی چقدر ایرانی تو کانادا؟ اول بگو ببینم. تو آخه ونکوور خودش یه داستان دیگه است. خب آره بیایم به اونتاریو رو صحبت بکنیم. خب 3 میلیون 3 میلیون ایرانیه کل اونتاریو. کل کانادا بیشتر. نه کل کانادا بیشتر. کانادا 3 میلیون بیشتر از ایرانی. 3 میلیون ایرانی داره فکر می‌کنی؟ به نظرم. You think so؟ به نظرم. ببین نگاه کن، اگه من بپرسی 100% فقط میگیم کسایی که ایرانی، منظور ایرانیایی که ایران به دنیا اومدن یا اونایی که مثلا حتی اینجا به دنیا اومدن و همه به نظرم بیشتر از 3 میلیون. جدی میگی؟ به نظرم ممکنه. ببین من میدونم که به راحتی میتونم بهت بگم، مخصوصا بعد از این 5 سال گذشته تو شهر تورنتو ما بالای 1 میلیون نفر جمعیت ایرانی داریم. راحت. یعنی حالا میگن 6 میلیون جمعیت، 6-7 میلیون جمعیت، هفته یکیه. اینو نرفتم باور کن، نگاهم نرفتم بکنم آمار بگیرم. این از این محیط که توش دارم زندگی میکنم، حالا بماند شهرهای ایرانی نشین، شما برو اوکویل، درسته؟ شما برو بری، شما برو دانتان، اصلا میدونی چیه؟ برو تو خود کور دانتان تورنتو. امکان نداره که چند دقیقه بگذره ایرانی نبینی، حرف نزنن. اصلا بعد مشخصه دیگه، میدونی. خب این جالبه. چی داشته تورنتو که ایرانی‌ها دوست داشتن بیان؟ فکر می‌کنی به خاطر اینکه یه سری ایرانی‌ها اول موو کردن بعد بقیه دیدن تورنتو خوبه، یا فکر می‌کنی نه به خاطر اینکه آمریکا نمیتونستن برن، مثلا نمیتونستن برن آمریکا اومدن تورنتو؟ یا چی چیزی که خیلی جالبه اینه که کسایی که الان تورنتو زندگی میکنن، ایرانی‌ها، حتی الان بگین بهشون که آمریکا اصلا مثلا بهت یه مقدار پول میدیم، یه شرایطی مثلا یه شرایطی هم واسه اونجا فراهم میکنیم و ویزای آمریکا رو میدیم، برو آمریکا. میگه نه من میخوام تورنتو بمونم. مثل من نمیرم آمریکا الان، نمیرم، نه الان میمونم توی تورنتو. خیلی خوشم میاد و به نظرم یکی از دلایلی که خیلی تورنتو واسه من محبوبه اینه که از هر کالچری دیده میشه. همینطوری که گفتیم خیلی شرایط خیلی خوبی داره و واقعا حتی اگه یکی بگه نه و اینو قبول نکنه، داریم دیولپ میشیم، داریم یه شهریه که پر جنب و جوش و در حال پیشرفته تر شدنه. اینا به کنار، غذاهاش که یه چیز دیگه است. غذاهاش یکی من بهت میگم، من آمریکا زیاد میام، خیلی ترافل میکنم آمریکا. اصلا نداره چنین جایی مثل تورنتو که شما هر نوع غذایی رو از هر جای دنیا، حالا نیویورک رو بازم نیویورک به این صورت نیست، مثلا شما میری میبینی غذای ایرانی میخوای بگیری، اصلا به هیچ عنوان نمیتونی. خیابون یانگ و شما توش میری، بهترین رستوران‌های ایرانی هستن اونجا. من فکر میکنم حالا اون واسه ایرانیاش یا کالچرهای دیگه، شما الان مثلا میخوای بری کالچر چینی‌ها رو ببینی، کالچر یونانی‌ها رو ببینی، انگار شما دنیا رو جمع کردی توی یه شهر. و یه چیزی که خیلی در مورد تورنتو هم مهمه و محبوب ترش میکنه اینه که شهرداری تورنتو و کلا توی کل کشورم اینطوره، خیلی گرین اسپیس رو از این چمن، درخت و اینا، فضای سبز رو محافظت میکنن ازش، نمیذارن که هر دیولپمنتی بیاد و این از این فضای سبز استفاده کنه که مثلا یه بیلدینگ بسازه. هر کامیونیتی شما برین، هر محله‌ای برین توی تورنتو و اطراف توی تورنتو بزرگ، شما میبینین که یک پارک خیلی مهمی و خیلی بزرگی حتما یه دونه هست، یه بزرگ، یه پارکی که واقعا میتونین اونجا یه ساعت شما ازش استفاده بکنین بدون اینکه تکراری بشه. درسته، دقیقاً. درست میرسیم به این که ببینید این نظر کلیه من. حالا فکر می‌کنم وقت برنامه‌مون خیلی نمونده، چند دقیقه‌ای داریم یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم. تورنتو یه شهریه در اصل که یک سامپلی، اگه مثلا کسی بخواد بیاد بگه ببین یه سامپل به من، چون وقتی مثلا میری عطر یا اسکولون میگیری، یه سامپل بهت میدن که این سامپلی از کل کره زمین تورنتو.
واقعا یه سمپلی از کره زمینه. شما هر جور کالچری رو بخوای میبینی، هر جور مذهبی رو بخوای میبینی، انواع و اقسام کالچرهایی که حتی محله هایی رو میبینی که اینا مثل کشور خودشون درست کردن. و خیلی جالب این مسئله که مثلا شما میبینی کل دنیا جمع شده و یه شهری شده مثل تورنتو. من فکر میکنم این نیستش که نتونن جاهای دیگه برن. تورنتو جذابیت خاص خودش رو داره در کل دنیا و همه دوست دارن که بیان این جذابیت رو ببینن و در این جذابیت، در این شهر جذاب زندگی بکنن. بگو نظرت، فکر می‌کنم چند دقیقه بیشتر وقت نریم. و بعد زندگی کردن، نظر من اینه که بعد زندگی کردن توی تورنتو نخوان جایی برن. 100%. خب میمون جان، ما حالا ان شاءالله در مورد تو اپیزودهای بعدیمون در مورد تورنتو بیشتر صحبت می‌کنیم، در مورد انواع و اقسام بیزنس بیشتر صحبت می‌کنیم. در صورت من فکر میکنم که امروز یه آشنایی کلی با تورنتو به بینندگان عزیزمون دادیم و بریم که تا اپیزودهای بعدی یه مقداری در مورد بیزینس ها و نوع زندگی اینجا صحبت بکنیم که حالا بتونیم یه برنامه خوبی رو ارائه بدیم. من فکر میکنم که خیلی متشکرم از دوستان عزیز که وقتتون رو گذاشتید و برنامه ما رو مشاهده کردین. امیدوارم که روز خوب و خوشی رو داشته باشید و تا برنامه بعدی خدا حافظ همگیتون باشه. قربونت برم. خدا حافظ. توی تورنتو شما اگه یه قدم هم از خونتون بخواین بیاین بیرون، حداقل مینیممش $50 شما خرج میکنید. همین که از دم در خونه اومده بیرون $50 رفته. درسته؟ دقیقه‌ای میندازه. کاملا درست میگی. ببین یعنی دقیقاً تورنتو دقیقه‌ای میندازه. این یه سیستمی که تازه شروع شد.